رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در اختیار اوست، لخلوف فم الصائم اطیب عند الله یوم القیامه من المسک، بوی دهان روزدار در روز قیامت نزد الله متعال بسیار خوشتر هست از بوی شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مسائلی که درباره ماه مبارک رمضان مطرح هست، فضیلت این ماهی هست که الله متعال به من و شما مسلمانان دستور داده که این ماه را روزه بگیریم. روزه اساساً چی هست؟ تعریف روزه چیست؟ روزه از نظر فقهی یعنی باز آمدن از خوردن و نوشیدن و دیگر شکننده های روزه از آغاز طلوع فجر تا غروب آفتاب همراه با نیت تقرب به الله متعال. الله متعال به ما دستور داده که ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم، یعنی این که از آغاز فجر، از ابتدای دمیدن فجر تا زمان غروب آفتاب، کارهایی را که به عنوان شکننده روزه تعریف شدند این کارها را نباید انجام بدهیم. و درباره فضیلت و ارزش روزه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از معروفترین روایاتی که فضیلت روزه رو بیان میکند حدیثی هست که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه برای ما نقل کرده و این حدیث معروف هست به یکی از احادیث قدسی، به این معنی که الله متعال این حرف را بیان کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می کند و اعلام می دارد که الله متعال چنین فرمودند. در این حدیث الله متعال خطاب به ما مسلمانان این مطلب را چنین بیان کرده و می فرماید که کل عمل ابن آدم له الا الصیام، تمام اعمالی که بنی آدم و انسانها انجام میدهند برای خودشون هست، نفعش به خود اون انسان باز میگردد، الا الصیام، بجز روزه که روزه یک وضعیت خاصی را دارد، یک خصوصیت خاصی را دارد که بقیه عبادات اون خصوصیت را ندارند. الله متعال میفرماید فانه لی و انا اجزی به، روزه برای من هست، روزه مال من هست و من خودم پاداش روزه را و مزد روزه را خواهم داد. و الصیام جنه، و روزه یک سپری هست برای فرد روزه دار. فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یجهل، پس مواظب باشید زمانی که در روزی که شما روزه هستید گناه انجام ندهید، سر و صدا نکنید، جهالت و نادانی را کنار بگذارید. فإن شاتمه احد، اگر فرد روزدار را یکی اومد و فحش داد و ناسزا گفت به فرد روزدار، او قاتله، یا از این فراتر به شما که در هنگام روزه هستید اگر فردی اومد و با شما دعوا کرد و سر جنگ رو و درگیری رو با شما آغاز کرد، فلیقل انی صائم، شما در مقابل بگویید که من روزه هستم. یعنی مقابله به مثل نکنید، بلکه شما به اون اعلام بکنید که روزه هستید و فرد روزه‌دار که نه دعوا می کند و نه سر و صدا می کند و نه مانند دیگران دچار جهالت و نادانی می شود. در ادامه این روایت الله متعال می‌فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در اختیار اوست،
لخلوف فم الصائم اطیب عند الله یوم القیامه من المسک. بوی دهان روزدار در روز قیامت نزد الله متعال بسیار خوشتر هست از بوی مسک. و در ادامه می‌فرماید که روزدار دو خوشحالی و شادمانی رو دارد که در یکی از این شادمانی ها هنگامی هست که افطار می کند و دیگری در روز قیامت هست زمانی که فرد روزدار ثواب و پاداش بسیار زیاد و بسیار بزرگ روزه خودش را در روز قیامت حاصل می کند. در این روایت الله متعال به روزه یک خصوصیتی را دارند و برای روزه یک ویژگی را بیان فرمودند که عبادات دیگر این خصوصیت و این ویژگی را ندارد. پس بنابراین الله متعال می‌فرماید که روزه مال من هست و من خودم پاداش این روزه را خواهم داد. به این خاطر که عبادات دیگری که هستند اگر ما توجه بکنیم تمام این عبادات بگونه‌ای هستند که دیگران اطلاع می‌شوند که ما این عبادت را انجام دادیم. برای نماز خواندن واجب هست و هر فرد مسلمان لازمی هست که برای ادای نماز فرض باید به مسجد برود و همچنین برای انجام دادن حج انسان مسلمان در کاروانی و با تعداد و یکی از مجموعه هایی که برای حج می روند باید ثبت نام بکند و همراه با این کاروان باید به حج برود. حتی عبادت زکات را که فقط در میان دو نفر هست، حداقلش اون کسی که شما زکات را به اون پرداخت میکنید باید اون در واقع اطلاع پیدا میکند از این زکاتی که شما انجام دادید. پس بنابراین تمام این عبادات بگونه‌ای هست که فرد یا که و از این عبادتی که انجام شده آگاه میشوند و اطلاع مییابند. اما روزه عبادتی هست که هیچ کسی جز از شما و الله متعال اطلاع پیدا نمی کند. پس بنابراین به این خاطر هست که الله متعال میفرماید که الصوم لی و انا اجزی به، روزه مال من هست و برای من هست و من پاداش روزه را خواهم داد. امیدوار هستم و دعا می کنم که الله متعال روزه ای را که شما گرفتید پاداشش را و مزدش را به صورت کامل به شما عنایت بکند و اون خوشحالی را که الله متعال در این حدیث بیان شده که انسان مسلمان اون خوشحالی رو در میابد، انشالله که اون خوشحالی رو الله متعال هم در دنیا و هم در قیامت نصیب من و شما بگرداند. تا برنامه دیگر تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.